تنبلشوهای عزیز و گرامی، بیاین که امروز هم تیغ قابلی مزه‌دار با هم یک جای آماده بسازیم. به از بویش که هرچی بگویم کم است. ضرورت داریم به گوشت گوسفند، برنج، زیره، پیاز، کشمش و زردک. از همه اولتر خلال زردکش جور میکنیم. به مقدار کم از روغن زردک اضافه میکنیم. به سرش هم مرچ سیاه و ایل استفاده میکنیم. البته ایل ضروری میباشه که تو بویش خاص میکنه، مثل قابلی رستوران های افغانستان وری. خلال زردک ما آماده است. حالا تو به مقدار خوب زیاد پیاز ضرورت داریم. وقتی خوب سرخ شد گوشت اضافه میکنیم. ضرورت داریم به نمک و زیره. آبش اضافه میکنیم و سرش بسته میکنیم. به مدت نیم ساعت به درجه متوسط میمانیم و در عین حال برنج هم جوش میدیم. بعدش صافش میکنیم و امو آب گوشت برش اضافه میکنیم. خوب میکسش میکنیم که دورنگه نمانه. در هر مرحلهش باید دیگه زیره استفاده کنیم. کم از خلال زردک هم امرش میکس میکنیم و بعدش گوشته. اما خلال زردکی که اضافه مانده بوده را هم در سرش اضافه میکنیم. به مدت 25 دقیقه به درجه بسیار کم به دم میمانیم. البته باز کم زیره استفاده میکنیم به سرش. این دیگه قابلی ما هم آماده است. لایق شاهای عزیز، کالمیه این نظر میتین آیا شما هم به می طریق آماده میسازین یا کدام طریقی خاص دارین؟